گفت یوسف این بیاور ارمغان، او ز شرم این تقاضا زد فغان. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. با سلام. گفتن مهمان یوسف را که آینه آوردمت ارمغان. حضرت یوسف که نماد خداونده به ما که مهمان این جهان هستیم می‌فرماید که وقتی می‌خوای پیش من بیای چه چیزی رو می‌خوای برام به ارمغان بیاری؟ ما هم به خدا میگیم که خیلی ارمغان‌ها و کادوها برای تو طلب کردم، اما هیچ چیزی رو سزاوارتر برای تو پیدا نکردم، چرا که هر چیزی رو که بخوام نزد تو بیارم مثل قطره‌ای میمونه که به سمت دریا بخوام ببرم و به اصطلاح زیره به کرمان بخوام ببرم. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم. زیره را من پیش کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. پس همه چیز در نزد خداوند موجوده. هیچ تخمی نیست که در انبار خداوند وجود نداشته باشه. بالاخره مهمان که ما باشیم به این نتیجه میرسیم که یک آینه باید نزد خداوند ببریم. آینه‌ای مانند نور سینه بزرگان روشن و تابان باشه که هر موقع خداوند در آینه دل ما نگاه میکنه بتونه روی زیبای خودش رو در اون ببینه. پس در این داستان چند نکته مهم رو با هم بررسی میکنیم. اول اینکه ما کارمون بردن آینه نیستی نزد خداونده. دوم اعتراف کردن به ایرادات خودمون که ما نقص داریم. سوم در این راه کمک گرفتن از بزرگانه که ما به تنهایی این راه رو نمیتونیم بریم. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی بر گر تو ابله نیستی. ما در برگشت به سمت خداوند باید این آینه ای رو صاف و پاک شده پیش خداوند ببریم. یک دل صاف و بدون همانیده. این آینه باید صاف باشه تا تمام عیب و ایرادات ما رو نشون بده، تا وقتی خداوند میخواد در اون نگاه کنه خودش رو در اون ببینه. و اصلا خاصیت آینه اینه که همه چیز رو همونطور که هست صاف و بدون ایراد نشون بده. پس حضرت مولانا میخواد به ما بگه که در واقع آینه دل ما صاف و پاک نیست و لایق خداوند هنوز نشده که خداوند بتونه خودش رو در اون ببینه و انعکاس پیدا کنه. پس انعکاس من ذهنی ماست فعلا از این آینه. آینه هستی واقعی یا آینه خداوند خارج شدن از عقل من ذهنی و اعتراف کردن به همانیدگی هاست. این لحظه فضا رو باز میکنیم و همانیدگی هامون رو میتونیم شناسایی کنیم و اونها رو از مرکزمون پاک کنیم. مولانا قصد داره در این داستان به ما بگه که باید آینه پیش خداوند ببریم و این آینه هنوز آلوده به همانیدگی هاست، انعکاس من ذهنیه. پس باید هر چه زودتر شروع کنیم به صاف کردن و تمیز کردن مرکز دلمون و اونقدر این مرکز صاف بشه که خداوند در اون منعکس بشه. و در این راه اولین قدم و مهمترین قدم اینه که ما بپذیریم ایراد داریم، هم هویت شدگی داریم و عیب و نقص داریم. اعتراف به ایراداتمون. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. پس یکی از قدم‌های مهم ما اینه که بگیم ایراد داریم، نقص داریم، در واقع مریضیم، تا بزرگانی همچون مولانا به کمکمون بیان. وقتی من اعتراف به ایرادات خودم میکنم ضد اون خودش رو نشون میده، همونطور که با شیرینی ضد اون سرکه خودش رو نشون میده. یعنی اعتراف من به نقص و ایراداتم باعث میشه که اون کمال و اون ذات خداییت من خودش رو نشون بده. زان که ضد را ضد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید از انگبین. هر که نقص خویش را دید و شناخت، اندر استکمال خود به اسب تاخت.
پس هر کسی که به صورت حضور ناظر متوجه نقص‌های من ذهنیش بشه و دردهای حاصل از اون بشه و اونها رو بپذیره، در این صورت برای رفع اونها و به کمال رسیدنش با شتاب هرچی بیشتری قدم برمی‌داره. یعنی با شناسایی کردن و انداختن هم‌هویت شده یا یک فضایی درون ما باز میشه که ما به کارگاه خداوند تبدیل میشیم، یک فضای بی‌نهایتی که خداوند بتونه روی ما کار کنه. زان نمیپرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای ذودلال. پس پندار کمال یکی از مشکلات این راه ماست. اولین گرفتاری ما اینه که اصلا اعتراف نمی کنیم که ما ایراد داریم، چون که پندار کمال داریم. ما میخواهیم، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال برگشتن به سمت خداوند هستیم. پس چرا با درد بیشتر به سمت زندگی میریم؟ چرا پندار کمالمون رو کنار نمیگذاریم و انتخاب نمی کنیم که با میل خودمون روی خودمون کار کنیم، کمتر درد بکشیم و راحتتر به سمت زندگی بریم؟ مولانا یادآوری میکنه که ای انسان، هیچ درد و مرضی بدتر از این نیست که ما خودمون رو کامل میدونیم و فکر میکنیم که نه عیبی داریم و نه ایرادی و اصلا احتیاجی هم تو این راه به بزرگان نداریم که به ما کمک کنن. برای همینه که اینقدر ناز و کرشمه داریم. از دل و از دیده ات بس خون رود، تا ز تو این موجبی بیرون رود. پس در این راه درد هوشیارانه برای ما واجبه. باید از دل و دیدمون با درد هوشیارانه انقدر از دل و دیده ما خون بسیار بره، یعنی مدام روی خودمون کار کنیم و درد هوشیارانه بکشیم تا این خودبینی و پندار کمال از مرکز ما بیرون بره و بپذیریم که هیچ چیزی نمیدونیم. علت ابلیس انا خیری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست. پس مرض ابلیس این بود که میگفت من برترم و ما هم همین مرض رو داریم. یعنی عدم اعتراف ما جنس ما رو از جنس ابلیس میکنه. پس از ناز کردن باید دست برداریم و جنسمون رو که جنس شیطان شده شناسایی کنیم. همونطور که شیطان گفت من کاملترم و بهتر از حضرت آدم هستم و اعتراف به نقص و ایرادات خودش نکرد. حالا توی این راه خداوند ما رو امتحان میکنه تا این مرکز هم‌هویت شده ما رو به ما نشون بده. این جنس ما رو که تغییر کرده و با پندار کمال ما حاضر نیستیم اون رو بپذیریم، خداوند با امتحان کردن اون مرکز رو میخواد به ما نشون بده. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تک جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. اگه حتی یک لحظه مرکزمون عدم بشه، متوجه میشیم که در اعماق درونمون که به ظاهر آرامه، پر از سرگین و کثافات خشم و ترس و حرص و حسادت وجود داره که با کمترین واکنش بالا میاد. هرچند به دلیل داشتن پندار کمال و یک حیثیت بدلی من ذهنی که برای خودمون درست کردیم، فکر میکنیم این جو خیلی آرومه، در حالی که اینطوری نیست. بالاخره در یک نقطه میپذیریم و اعتراف میکنیم که اشتباه کردیم و عیب و ایراد داریم. اون موقع است که بزرگان میتونن به ما کمک کنن. شروع به دیدن برنامه گنج حضور میکنیم و یا ابیات رو میخونیم. ولی باز هم ممکنه دچار پندار کمال بشیم. در اینجا خداوند باز هم ما رو امتحان میکنه تا نشون بده که مواظب باش، هنوز آینه دلت صاف نشده. فکر نکنی یکم رو خودت کار کردی آینت صاف شده و لایق زندگی شده. هنوز کار داری. نکته بعدی کمک خواستن در این راه از بزرگان هستش. این راه رو ما تنهایی نمیتونیم بریم. باید که تو این راه از بزرگان کمک بگیریم. خب من الان متوجه شدم پام شکسته، مریضم و نقص دارم. پس میرم پیش دکتر. اون موقع است که حضرت مولانا میتونه به من کمک کنه. از پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. پیر دانایی همچون مولانا با هوشیاری عمیقی که داره میتونه جوی من ذهنی ما رو پاک کنه.
کمک مولانا به ما از طریق همین تکرار ابیات هستش تا ما بتونیم اقرار کنیم و عیبمون رو ببینیم، فضاگشایی کنیم، شناسایی کنیم و اجازه بدیم که زندگی درون ما رو پاک کنه. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خویش را، رو به جراحی سپار این ریش را. پس ما چون هنوز من ذهنی داریم و تولید فکر میکنیم، خرابکاری میکنیم و این زخم من ذهنی مدام چرک میکنه. احتیاج به بزرگان داریم تا با روشن کردن راه مرهم بر زخمهای ما بگذارن تا زخمهای ما آروم بشه. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خویش کس. فکرهای همانیده مثل مگس‌ها جمع میشن و اون زخم‌ها چنان از وجود این مگس‌ها، این فکرهای پشت سر هم پوشیده میشه که زشتی اون زخم‌ها رو کسی نتونه ببینه. آن مگس اندیشه ها وان مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. این مگس‌ها که به دور این زخم‌ها جمع میشن، همین اندیشه های هم‌هویت شده ماست که اونها رو مال خودمون کردیم. همینطور زخم‌هایی که ما داریم همون تاریکی‌های احوالمونه که در من ذهنی به خاطر سبب سازی، واکنش نشون دادن، ترس، خشم به اونها دچار شدیم و در فکرامون گیج و گم شدیم. برنهد مرهم بر آن ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. پس مولانا با بیتاش بر زخم‌های ما مرهم میگذاره. مثلا بیتی میخونیم و فضا درونمون کمی باز میشه و زخم‌هامون کمی آروم میشه. و اما نکته پایانی و بسیار مهم، تأثیر پرتو اشعار مولانا و دست نکشیدن از این راه اینه که وقتی زخم‌های ما کمی خوب شد و دردهامون کمی آروم شد، باید بدونیم که اولا کار تموم نشده، دوما این مرهم از پرتو نور بزرگان بوده که با خوندن ابیات و یا دیدن برنامه گنج حضور ما رو کمی آروم کرده. حال ما بهتر شده ولی کار تموم نشده و هنوز به نور درون خودمون وصل نشدیم. برنهد مرهم بر آن ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا که پنداری که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است. این ز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدان از اصل خویش. پس اگه پیشرفتی کردیم و حالمون موقتا خوب شد، اون رو از تأثیر پرتو اشعار بزرگان بدونیم، نه از خودمون. با سپاس از توجه شما به این ویدئو.